هم داری جمع کنی بابایی؟ آره میخوام جمع کنم برم بابا. کجا؟ میخوام برم ترکیه. عکس‌ها چیه؟ برای عروسی زویا. یه شب قبل عروسی میخوام عکس‌ها رو ببرم نشون خانواده شوهرش بدم، به جوس بگم که این عکس‌ها رو که میبینی این عکس زویاست. فکر نکنی زویا الان اینطوره، قبلا هم اینطور بوده. زویا اون موقع که به دنیا اومده فقط یه دماغی بوده، دلش هم سر خودم رفته، دماغش بزرگ بوده. خب اون موقع که به دنیا اومده یه دماغی بوده، بعدش 4 دست و پا در آورده، یه خونه داشتم فروختمش، رفته پروزوت کرده. نمیدونم پروزوت کرده؟ از اینا که میزنن سوزن میزنن جل چیه میزنن، از اونا زده، دماغشو عمل کرده، بیچاره هم کرده. عکس واقعیش اینه، نگاش کن. ولی جندی ها ولی جندی. میخوام به شوهرش بگم که فردا بچهش نیاد دنیا بگه من اینو گرفتم ایچه بدون ایرانی ها کلا سرش نگذاشتن، همش عملیه. ازدواج کرد، بچهشون به دنیا اومد. خب مثل دوران بلوغ زویا در اومد، اعتراض نکنن بهم بگم پس چرا بهم نگفتی این بچه چرا اینطوره؟ چون خود زویا اون موقع که به دنیا اومد دماغ خالی بود، فقط یه دماغ